فولی‌های هرزگرد 405 سمند، پرشیان و پارس از قطعه پلیمری و بولبارین تشکیل شده است که وظیفه تنظیم و حفظ تسمه را بر عهده دارد و در صورت خرابی می‌تواند آسیب‌های زیادی به تسمه تایم و خودروی شما وارد کند. شرکت ابداع مهندسی آرکان با طراحی نوین و تغییرات ظاهری و فنی بهینه‌سازی شده و در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار گرفته است. با توجه به اینکه در فولی‌های آرکان از مواد پلی‌آمید الیافدار نو استفاده شده، بدنه آن به صورت رنگی میباشد، اما در فولی هرزگردهای موجود در بازار از مواد کهنه و آسیابی استفاده شده و به همین جهت فقط به رنگ مشکی میباشد. بولبارینگ فولی‌های موجود در بازار بدون استثنا 6203 میباشند، اما در فولی‌های آرکان برای اولین بار از بولبارینگ 6303 استفاده شده که بزرگتر و قوی‌تر بوده و این امر باعث افزایش طول عمر فولی آرکان می‌شود. نقطه ضعف بولبارینگ ترکیب شدن آب و گرد و خاک است که باعث خشکی، افزایش دما، خوردگی و در نهایت گیرپاش و شکستن آن می‌شود. اما فولی‌های آرکان دارای یک کاپ گردگیر در سر شفت میباشند که مانع رسیدن این گرد و خاک به بولبارینگ میشود. این کاپ همچون سپری از بولبارینگ در برابر آب و گرد و خاک محافظت میکند تا عمر بولبارینگ و در نهایت عمر فولی افزایش یابد. وجه تمایز فولی آرکان با فولی‌های مشابه موجود در بازار، طراحی بدنه، مقاومت و طول عمر آن، زیبایی ظاهری فولی و بسته‌بندی محکم و منحصر به فرد آن میباشد که به صورت انحصاری در بازار عرضه می‌گردد. با فولی‌های آرکان سلامت خودرویتان را از ما بخواهید. کیفیت ما ضمانت ماست.